دوستان عزیزم سلام، به آشپزخونه من خوش اومدید. من فاطمه علیزاده هستم، سرآشپز، و امروز قراره اینجا با هم دیگه یه نون فوکاچای خوش عطر و طعم و یه سوپ دالدست خیلی خوشمزه بپزیم. بریم که موادش رو با هم دیگه آماده کنیم. نان فوکاچا یا نان فوکاچیا که حالا تلفظ ایتالیاییش معمولا فوکاچاه، یه نون خیلی خوش عطر و طعم با رایحه روغن زیتون. معمولا از روغن زیتون فرابکر برای درست کردنش استفاده میکنن. تاپینگ های مختلفی روش میذارن. حالا بسته به اینکه شما تاپینگ ساده تر یا کمتری روش بذارید میتونید ازش به عنوان یه نون ساندویچ استفاده کنید، یا اینکه با تاپینگ های پرتر و حالا پرملات‌تر میتونید اونو به عنوان یه وعده غذایی کامل ازش استفاده کنید. نون پرچربیه، عطر و بوی سیر توش فوق‌العاده است. میتونید بهش آویشن اضافه کنید. رزماری معمولا حتما داره. پنیرهای موزارلا کوچیک میتونید روش بریزید. از مغزیجات میتونید روش بریزید و استفاده کنید. پیازهای خلالی، معمولا ترکیب پیاز خلالی و روغن زیتون روی نون فوکاچا فوق‌العاده میشه. یعنی کنار یه سوپ یه عطر و طعم خیلی فوق‌العاده‌ای داره. میتونید توی مهمونی برش‌های کوچیک کوچیک بزنید، توی بشقاب بذارید. خیلی معمولا همه پسنده و خیلی دوستش دارم. من برای درست کردنش از خمیر ترش غیر فعال اتنتیک استفاده میکنم. روش هم نوشته دروم، یه نوع گندمه معمولا. در واقع خمیر ترش غیر فعال یعنی خمیر ترش نیست، پودر خمیر مایه است که یه بوی آجیلی خیلی خوشمزه به نونتون میده. برای درست کردن نونای مدیترانه‌ای معمولا از اتنتیک استفاده میکنن. توی ایران چون هست من استفاده کردم و آوردم که بسته‌بندیش رو ببینید. یه عطر خیلی خوبی به نونمون میده. از خمیرمایه معمولی، خمیرمایه‌ای که توی نونوایی یا نون فانتزی فروشی هم استفاده میشه، از اونا هم برای درست کردن این نون میتونید استفاده بکنید. ولی گفتم این واقعا عطر و بوی خیلی خوبی بهش میده. خب 40 گرم از این مایه خمیرم رو توی این میریزم. معمولا هر یه قاشق غذاخوری حدود 10 گرمه. اگر که پیمانه استاندارد ندارید حدودی میتونید اینجوری اندازه گیری کنید. و اینم آخرین قاشقم. حدود 20 گرم هم نمک به این ترکیبم اضافه میکنم. برای این اندازه احتیاج دارم به 1 کیلو آرد و حدود 400 میلی لیتر یه لیوان بزرگ 1.5 لیوان فرانسوی اگر از لیوانای توی خونه استفاده میکنید. بهش آب اضافه کنید. روغن زیتونش رو الان بهش اضافه نمی کنم. اینو با هم ترکیب میکنم. آردش هم بهش میزنم. حالا من الان دارم با قاشق میریزم با پیمونه درست حسابی تقریبا 3-4 تا پیمونه آرد میخواید. من همه آردم رو یک جا نمیزنم چون یه خمیر سفتی بهم میده. نصف آردم رو یک جا میزنم و مابقیشو، یعنی از 1 کیلو آرد الان برای این احتیاج دارم، 500 گرمشو یک جا بهش میزنم و 500 گرم بعدی رو به تدریج بهش اضافه میکنم که خمیرم سفت نشه. الان کاملا یه رایحه برشتگی و آجیلی بودن این مایه خمیر کاملا اینجا الان پیچیده. در نهایت هم توی نونتون اینو دارید. کلا این مایه خمیر برای نونای خیلی برشته استفاده میشه. چندین برابر میکنه اون عطر و طعم برشتگیشو. خب همش میزنم. یه نون دهیدراته است، یعنی در واقع آب میان بافتی این نون بیشتر از نونای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی چسبندگیش بیشتره. وقتی که شما میخواید ورزش بدید نون کاملا چسبنده است، به دستتون میچسبه و نمیتونید خیلی خوب فرمش بدید. این خاصیت این نونه، چون در نهایت ما یه نونی داریم که حباب توش داره، به خاطر همین این چسبندگی رو نیاز داریم. لازم نیست آرد بیش از حد بهش اضافه کنیم و یه بافت سفتی رو بخوایم تحویل بگیریم. کلا یه موضوعی که توی درست کردن نونا و خمیرها خوبه که بهش توجه کنید اینه که
تو خیلی از دستورا من میبینم، خیلی حتی از اساتید حرفه‌ای این حوزه هم میبینم که روغن زیتون و خمیر مایه رو کلا با هم دیگه میریزن. حالا یا روغن، منظورم ماده روغنیه، و خمیر مایه رو یک دفعه با هم دیگه ترکیب میکنن، در صورتی که لازمه که شما آب و آرد و خمیرتون با هم دیگه یه واکنش رو ایجاد بکنن و اون خاصیت الاستیکی که میخوایم رو، اصلا اون بافت گلوتنی که میخوایم رو درست بکنن و بعد شما روغنتون رو بهش اضافه بکنید. خب خمیرم به این حد از چسبندگی که رسید، من کم کم روغن زیتونش رو بهش اضافه میکنم. چیزی که حالا اول درست کردن خمیر بهتون گفتم، اون 1 کیلو آرد برای 40 گرم، اون برای درست کردن نونهای با بافت پرتر و بزرگتری هستن. برای این نون الان من کمتر از 1 کیلو، تقریبا همون حدود 500 گرم آرد استفاده کردم. برای نون توست یا نونای حجیم دیگه معمولا همون بین 900 تا 1 کیلوگرم آرد رو لازم داریم. کاملا با پشت لیسکم خمیرم رو برز میدم. این خمیر جزو اون دسته از خمیراییه که اصطلاحاً بهش میگن کولد فولد احتیاج داره، یعنی توی چندین مرحله بهش استراحت سرد میدیم، لازم نیست تو دمای حدود 30 درجه باشه. حتی توی یخچال هم شما 1 شب تا صبح میتونید بهش استراحت بدید. کاملا بافتش داره به اون حالت لطیفی که میخوایم میرسه، ولی کلا لازم نیست به اون تست پنجره و اینا، واقعیتش اصلا لازم نیست به اونجاها برسه. همین که با لیسک هم میزنید کافیه. دونه های آرد رو توش دیگه نبینید، بافت صافی رو توش ببینید، در همین حد کفایت میکنه. من میخوام یه کوچولو سیرم تو همین مرحله براش توش رنده کنم که اون عطر و طعم سیر رو داشته باشیم. اگر از سیر تازه نمیخواید استفاده کنید، میتونید از پودر سیر براش استفاده کنید. سیرم پوست بگیرم. رندش میکنم. معمولا برای این حجم از خمیر 2 تا دونه سیر کافیه. ولی باز اگر دوست داشتید هم میتونید از سیر بیشتر استفاده کنید و هم میتونید از روغن زیتونایی استفاده کنید که با سیر طعمدار شدن. در این حد باید خمیرتون کاملا به دستتون بچسبه. یه بار دیگه کامل همه مواد رو هم میزنم تا سیرا به خورد خمیر توی همه بخشاش بره. اگر که عجله دارید برای فولد کردن و هم زدنش و استراحت دادنش 3 تا 20 دقیقه رو در نظر بگیرید. یعنی هر بار 20 دقیقه بهش استراحت بدید، بعد در ظرف رو بردارید، فولدش کنید و دوباره بهش استراحت بدید. بعد از دفعه سوم توی ظرف اصلی بریزیدش و بعد تاپینگ و روغن زیتون و اینا رو در پایان بهش اضافه کنید. ولی وقتی تو ظرف اصلی هم ریختید، باید دوباره 20 دقیقه بهش استراحت بدید. یعنی در واقع 4 تا 20 دقیقه رو در نظر میگیرید که 20 دقیقه آخر توی ظرف اصلیتونه. میتونه ظرف پیرکس باشه، میتونه سینی فر باشه، ولی معمولا از ظرفای پیرکس استفاده میکنن یا قالبای مربعی شکل که یه خمیر مربعی شکلیه، چون برشش میزنن برشای مستطیل یا مربع بهمون در نهایت بده. بعد از اینکه استراحت آخر رو انجام داد، حالا همه مراحل با هم میبینیم، بعد روش تاپینگ میریزیم. حالا الان من کاملا بهش همش زدم، همه سیر و همه موادش با هم دیگه ترکیب شد. اگر دوست داشتید توی این مرحله میتونید بهش آویشن اضافه کنید. من میخوام از رزماری استفاده کنم، به خاطر همین دیگه بهش آویشن نمیزنم. الان درشو میذارم و میره برای استراحت اول. من معمولا تلاش میکنم که کمتر از فویل استفاده بکنم. معمولا از در قابلمه و بشقاب و اینجور چیزا استفاده میکنم برای اینکه هوا نخوره به خمیرم. اینو میبرم تا 20 دقیقه دیگه که استراحت بکنه. خب میزمو یک کوچولو تمیز کردم. بهتون بگم الان اینجا چی دارم. میخوام سوپ دال عدس درست کنم. نون فوکاچام گذاشتم استراحت بکنه. پیاز قرمزم و رزمارین برای نونمه. زیتونم هم همینطور. ولی برای سوپ دال عدس میخوام که یه دونه تقریبا میخوام از 2 تا کاسه بزرگ سوپ درست کنم.
یه پیمون دالعدست دارم، یه دونه پیاز متوسط دارم. میخوام یکم بهش زیره بزنم و توش هویج و گوجه بریزم برای اینکه یه کوچولو اون رنگ نارنجی و قرمزش رو بهش بدم. تیکه‌های درشت و نامنظمش کلا چون در نهایت قرار با گوشت‌کوب برقی یا توی پارچه میکسر میکسش کنیم، اصلا مهم نیست که تو چه سایزی خورد میکنید، اینا رو همه رو خورد کنید و بریزید توش. من یه تفت کوچولو به پیاز و هویجم میدم، یه حب سیرم بهش اضافه میکنم، یه دونه گوجرم در نهایت بهش اضافه میکنم. تو این فاصله که اینا تفت میخوره دالعدستمو میشورم و خیس میکنم و بعد بهش اضافه میکنم. شما میتونید بعدش بهش استاک مرغ یا حالا عصاره مرغ بریزید که من ترجیح همینه که اصلا استفاده نکنم ازشون. ترجیح هم به همین عطر و طعم سبزیجاتی مواده و اینکه در نهایت اگر بخوام یه عطر و طعم خوبی بهش بدم از زیره استفاده میکنم. دالعدستمو میشورم. کلا دالعدست چون خیلی لطیفه نیاز به خیس خوردن از شب قبل و اینجور چیزا نداره. چند دقیقه قبل از اینکه بپزیدش بشوریدش کافیه. یه بار من تو آب خیسش میکنم، بعد از صافی عبورش میدم و میریزمش این تو. یه چند دقیقه که اینا تفت خورد بعد سیرش رو بهش اضافه میکنم، زیره بهش اضافه میکنم، یه کوچولو حدود 30 ثانیه که تفت خورد دالعدستش رو بهش اضافه میکنم و بعدم آب رو روش میریزم. در ظرفمو بعدش میذارم و خیلی تقریبا یه حدود 30 دقیقه که بپزه کافیه. بعد ادامهش رو با هم دیگه میبینیم. خب تا اینجای کار من 2-3 بار اینو فولدش کردم، ولی دوست دارم یه بار دیگه هم شیوه فولد کردنش رو به شما آموزش بدم. الان کاملا این عمل اومده و 3-4 برابر شده. کاسه‌مو میذارم کنار ظرفمو. هر بار دستمو خیس میکنم و به شیوه تا کردن در واقع اون رو روی هم دیگه میارم. از زیر میگیرمش و اینجوری میکشمش روی تیکه قبلی. من کاملا وقتی دست میزنم بهش حباباشو حس میکنم. نمیخوام این بافت حبابی و پف مانندی که داره رو از بین ببرم. الان ظرف اصلیمو میارم و اینو منتقل میکنم تو ظرف اصلی. یه رو 20 دقیقه دیگه بهش استراحت میدم و بعد دوباره میذارم توی فر. توی این فاصله فرم هم روشن میکنم. ظرف اصلیم یه ظرف پیرکسیه که معمولا تو همه خونه ها پیدا میشه. کاملا زیرش رو چرب میکنم با روغن زیتون. خمیرم رو منتقل میکنم توی ظرفم. یه کوچولو اینجا هم دستم رو خیس میکنم. حالا اگر کاردک داری که با کمک کاردک خیلی راحت تره. یه کوچولو روغنم روش میریزم تا بتونم اینجا هم راحت تر بازش کنم. سعی میکنم این فرم ظرفم بازش کنم. روش رو دوباره میخوام حدود 1 تا 20 دقیقه دیگه بپوشونم تا اون حبابا رو بهمون بده و بعد میره برای تاپینگ روش و اینکه بره توی فر. همینجا هم یه بار دیگه میتونید فولدش بکنید و بعد دوباره اجازه بدید تا استراحت کنه و دوباره پهن بشه. میذارم استراحت کنه، میرم سراغ درست کردن سوپم. خب سوپ دالعدستمونم کامل پخته. من میخوام که توی پارچه گوشت‌کوب برقیم میکسش کنم. میریزمش اینجا. میتونید تو پارچه مخلوط کنه تونم بریزید.
توی این مرحله میتونید بهش یکم خامه یا یک کوچولو کرم اضافه کنید یا حتی روغن زیتون اگر دوست داشتید. من میخوام که خامه و روغن زیتونمو در نهایت روی کاسم بریزم، یعنی روی برای تاپینگش توی کاسه و برای تزیینش. اونجوری کالری کمتری هم داره. سوپمو میریزم تو این ظرف که کاملا گرم بمونه. روشو با یه کوچولو گشنیز و خامه تزیین میکنم. خب همینجا یه کوچولو میچشمش. نمکش و همه چیزش عالیه. بهش زیره زدم، عطر زیرش خیلی فوق العاده است. میتونید یک کوچولو گشنیز اگه دوست داشتید توش هم بریزید، ولی من ترجیحم به اینه که گشنیزو به عنوان گارنیش روش استفاده کنم. گفتم خامه و روغن زیتون و هر چیزی که دوست داریدم همینجا میتونید بهش بزنید. من سبزی‌ها رو معمولا قبل سرو کردن توی آب نگه میدارم که تازه و سر حال بمونن. حالا بسته به سلیقتون هر چقدر که دوست داشتید میتونید خامه رو اضافه کنید و یه کوچولو فلفل سیاه هم برای روی کار چیز خوبی در میاد. یه کوچولو روغن زیتون میریزم و یکم فلفل سیاه. الان کاملا داغه. اینو میذارم تا نون فوکاچیام آماده بشه. زیتون بدون هسته نداشتم، از همین زیتونای رودبار استفاده میکنم. خیلی اینا هم عطر و طعم قوی دارن. هسته‌هاشو میگیرم بعد میذارم روی نونم. خب سعی میکنم با انگشتم، البته انگشتم باید یک کوچولو چربش کنم، باز یک کوچولو حباب ایجاد کنم، بافت ایجاد کنم. توی اینجاها رو میبینید این حبابای کوچولو بعد یک کوچولو از این بیشتر بشه. قشنگ بازش میکنم خمیرمو. یه 10 دقیقه دیگه میخوام بهش استراحت بدم، ولی قبل از اون استراحت آخری میخوام زیتونامو بریزم روش، پیاز و رزماری. از فلفل دلمه‌ای، گوجه های گیلاسی، قارچ، هر میوه و سبزیجاتی که فکر میکنید مورد علاقتونه میتونید استفاده کنید. پیازم که واقعا به نظر من جدایی ناپذیره ازش، چون خیلی در نهایت طعم خوبی میده بهش. اگه رزماریتون مثل مال من خشکه یه کوچولو خیسش کنید. حالا من الان دیر یادم افتاد اصلا. یه 10 دقیقه بذارید توی آب و بعد اینجوری حالا لابلا بذارید توی خمیر. فرمو روی 250 درجه حدود 10 دقیقه داغش کردم و بعد یکم دماشو پایین تر میارم. وقتی که اینو میذارمش توی فر روی 220 میذارمش حدود 20 تا 30 دقیقه و بعدش چکش میکنم که حسابی برشته شده باشه و پخته شده باشه. خب نون فوکاچامون آماده شد. من یک کوچولو بیشتر گذاشتمش تو فر که کاملا روش برشته بشه. عطر و بوش فضا رو پر کرده، فوق العاده است بوش. سوپمونم که اینجا آماده است. نون فوکاچامو برش میزنم و در نهایت تصویر نهایی رو با هم دیگه ببینیم. کناراش حسابی برشته شده. جداش میکنم تا بتونم راحت تر برشش بزنم. حسابی هم داغه.